ده‌ها هزار نفر در مرکز مسکو با راهپیمایی روزی وحدتی ملی روسیه را جشن گرفتند. این عید به مناسبت شکست دادن اشغالگران لهستانی در سال 1612 هر سال روز 4 نوامبر تجلیل می شود. در این روز گروه‌های راست ملتگرا که مخالف کرمل می باشند گرد همایی‌ها تشکیل کردند. در شهر بلگراد پایتخت سربستان حقوقشناسان که از میانه‌های ماه سپتامبر به این طرف کارشکنی دارند گرد همایی اعتراضی دایر نمودند. این کارشکنی نظام ناقص و سست عدلیه سربستان را به فلج رسانده است. حقوقشناسان از بالا بردن انداز و تغییر قانون‌ها که حل مسائل حقوقی را از وکیلان یا خود ادوکات‌ها به اداره نوتاریوس انتقال داده است راضی نیستند. در پایتخت افغانستان شهر کابل وزارت امور زنان کنفرانسی 3 روزه بخشیده به نقش زنان در رسانه‌های اخباری عموم را افتتاح کرد. در دوام 10 سال گذشته شماره زنان در رسانه‌های اخباری عمومی افغانستان افزایش یافته است ولی آنها دائما با تهدیدهای طالبان روبرو هستند. پیش بینی می شود که در پایان کنفرانس زنان فعال اعلامیه به تصویب رسانده از پرزیدنت افغانستان احمد غنی اشرفزی قبول اقدام‌های ضروری را تقاضا کنند. در شهر پشاور مرکزی ولایت ناآرام خیبر پختونخوا پاکستان روزی آخری مراسمی آشورا برپا شد. برای تامین امنیت و جلوگیری از بمبگذاری‌های احتمالی در این چاره‌بینی چاره‌های علاوه‌ای امنیتی قبول شد. در این ولایت بر اثر ترکش‌ها کم از 4 افسر امنیتی کشته شدند.